سلام بچه ها، چطورین؟ به یه ویدیوی دیگه با من خوش اومدین. امروز سه‌شنبه است. الان ساعت 4:10 بعد از ظهر. من از آزمایشگاه اومدم کتابخونه. هفته دیگه سه‌شنبه من یک میان ترم خیلی سخت دارم. سختیش از این نظره که پایان ترمم توی همون روزی که این درس رو امتحان دارم یه درس خیلی سخت و زیاد دیگه هم امتحان دارم. به خاطر همین باید سعی کنم میان ترمش رو مثلا یه نمره خوب و مقبولی بگیرم که بیشتر کار رو ببندم. و از حدود 14 تا فایلی که هست من تا الان 4 تا فایلش رو خوندم و 10 تاش مونده. موضوع این ولاگ در واقع این یه هفته است، از امروز تا امتحانم، که ببینیم که آیا من اصلا میتونم تعادلی بین درس خوندنم و زندگیم برقرار کنم تو این یه هفته یا نه. راستش خودم هم هنوز نمیدونم. به خاطر همین بریم با هم ببینیم که چی میشه. می‌بینیم که دانشگاه ما قسمت ته بیمارستانه و منم الان دارم میرم به کتابخونه‌ام، تقریبا همونجاست. من الان دارم میرم بوفه بیمارستان یه دونه آبجوش بگیرم که چای بخورم. گفتم این ذره این محیط اطراف رو بهتون نشون بدم چون خیلی خوشگله. یه آبجوش می‌خواستم. مرسی. خب حالا اصلا یه کوچولو بگم که منظور من اصلا از تعادل بین درس و زندگی چی بود. خب طبیعتاً من فقط توی زندگی در حال درس خوندن نیستم. یه سری کارهای دیگه هم هست که باید انجام بشه دیگه، مثلا همین کارهای داخل خونه، مرتب کردن خونه، غذا درست کردن، اینجور چیزا، یا این که اصلا ادیت کردن همین ولاگ، به خاطر اینکه من قصدشو دارم که هر روز ویدیوهای همون روز رو ادیت کنم که حافظه گوشیم هم دیگه پر نشه و تلمبارم نشه رو هم. خیلی خوب گفتی ولی فکر نکن. پلنی که دارم مثلا واسه این ولاگ اینه که هر روز بیام هر روز توی ولاگی که میگیرم بیام اون برنامه حدودیم واسه اون روز رو بگم و حالا در طی ولاگ اون کارا رو انجام بدم و در آخرم بگم که چقدر از کارامو تونستم انجام بدم و چقدرش هم موند. حالا واسه امروز پلنی که دارم اینه که یه مقدار درس بخونم. چیزی که تو ذهنم اینه که تا جمعه این مقدار از فایلایی که مونده رو تموم کنم و شنبه و یک شنبه و دوشنبه رو مرور کنم، چون درسش یه جوریه که اگه مرور نکنی هیچ فایده‌ای نداره. یعنی اصلا نمیتونی سوالاشو جواب بدی. سوالاش کلا حالت کیس بیماری طوره که تو باید بتونی درمانشون کنی. همین ویدیوهای امروز رو ادیت کنم. البته نه، ویدیوهای امروز رو نمیخوام امروز ادیت کنم. امروز میخوام ادیت یکی از ولاگا رو تموم کنم که اونو بتونم آپلودش کنم فردا. و فردا هم یه ارائه دارم که باید واسه اونم مثلا یه نیم ساعت اینا تایم بذارم آماده شم دیگه. اینجوری فعلا بریم ببینیم چی میشه.
ما اومدیم شام بیرون. دلم جیگر میخواد. سلام از پنجشنبه. الان ساعت 4:20 است و من یه آپدیت کلی بخوام بدم. دیشب من رفتم مهمونی پیش یکی از دوستان، بعد دیگه حالا تا برگشتم و بخوابم و اینا، چون وقتی برگشتمم یه مقدار ظرف مونده بود، اونا رو شستم و یه کوچولو جمع جور کردم و دیگه تا بخوابم شد ساعت تقریبا 4. و از اون برم چون که شب دیر خوابیده بودم، صبح هم ساعت 10:30 اینا بیدار شدم و من وقتی که شبا دیر میخوابم و صبح دیر بیدار میشم مودم به طرز عجیبی میاد پایین. اصلا اون روزو که دیر بیدار میشم و خیلی بد شروع میکنم، مخصوصا اگر مثلا توی یه ددلاینی مثل امتحان و اینطور چیزا باشم که اصلا حالم خیلی خراب میشه. صبحم دقیقا همینجوری حالم خیلی خراب شده بود چون دیر بیدار شده بودم. دیگه رفتم یه دوش گرفتم و یه کوچولو خونه رو جمع جور کردم و یکم درس خوندم، یه نهار درست کردم. دیگه بعدش نهارمو که خوردم الان حاضر شدم دارم میرم کتابخونه که حالا ادامه درسمو اونجا بخونم. شبم میخوام با یک سری دیگه از دوستان برم بیرون، مثلا حدودای ساعت 8:30 9 اینا. حالا میخوام تا اون موقع درس بخونم و اون موقع دیگه برم بیرون. گفتم که دیگه از صبح که نبودم، گفتم که الان یه آپدیتی بهتون بدم، بگم دلیل اینکه از صبح نبودم این بودش که اصلا کلا مودم خیلی پایین بود، ولی الان به یه کوچولو دیگه از کارام که رسیدم یکم حالم بهتر شد. مثلا دوش گرفتم یکم کارام کردم، حالم خیلی بهتر شد و الان قشنگ انرژی ادامه روزو دارم. و دیگه آبم گذاشتم جوش بیاد که با خودم ببرم کتابخونه. یه دونه از این قهوه های ساشه‌ای بونمانو که مال تایم‌های مختلف روز با مقدار کافئینای مختلف، یه دونه از اونها رو هم برداشتم که مثلا انگار واسه ساعت 2 ظهرش رو برداشتم. این میزان کافئین متوسطی داره که اونم بزنم تو کتابخونه و قشنگ اینجوری تا شب رگباری بخونم. پس بریم ببینیم چی میشه دیگه.
غذای اینجوری داشته باشن. من برگشتم خونه. بچه‌ها انقدر بهم خوش گذشت و انقدر با دوستام گفتیم و خندیدیم و صحبت کردیم که کلا یادم رفت اصلا باید ولاگ بگیرم. خیلی حال داد. رفتیم یه جا شام خوردیم، بعد رفتیم یه جا تو جنگل چای خوردیم. خیلی حال داد، خیلی بهم خوش گذشت. بعدش دیگه یکم دور زدیم و دیگه اومدیم خونه. الان دارم آرایشمو پاک میکنم که راستش زیادم خوابم نمیاد، ولی خب نمیدونم، یعنی بهتره که باید بخوابم دیگه، به خاطر اینکه باز فردا صبح باید زود بیدار شم، یه کوچولو درس بخونم. حالا صبحونه باز میخوام با چند تا دیگه از دوستام دخترونه بریم جنگل صبحونه بخوریم. یه کافه هست خیلی خوشگل، کافه افرا فکر کنم اسمشه. اون تو جاده نمیدونم 2000 یا 3000. اینجوری که من شنیدم، خودم تا الان نرفتم مثلا خوراکیاشو امتحان کنم، ولی طبق چیزی که شنیدم کیفیت نداره ولی واقعا زیباست، یعنی خیلی جای زیباییه. حالا قراره ما فردا بریم اونجا ببینیم مثلا در چای قهوه و مثلا اینجور چیزا دیگه، غذا که نمیخوایم بخوریم. بریم ببینیم حالا چطوره دیگه. ممکنم هست من اشتباه رو به شنیده باشم، نمیتونم قضاوت کنم فعلا. این حالا چیزی بوده که شنیدم، حالا فردا بریم ببینیم چطور میشه. دیگه الانم آرایشمو پاک کنم، صورتمو بشورم، روتین پوستیمو انجام بدم، لباسامو آویزون کنم و بخوابم تا فردا. فردا اگر بتونم ساعت 7 بیدار شم عالی میشه. اینم از همین و این از امشب دیگه. فعلا شبتون بخیر. صبح بخیر. الان ساعت 10. من آماده شدم، دارم میرم دنبال دوستام که با هم بریم بیرون. بعدشم میخوام برم کتابخونه دیگه. اینطوری حالا بریم با هم ببینیم چی میشه، اصلا اون کافه چطوره و کجاست. بچه‌ها من هنوز ادیت این کلیپو شروع نکردم. در واقع دیشب اصلا یادم افتاد که من باید هر روز که دارم ولاگ میگیرم کارهایی که میخوام در اون روز انجام بدم و بگم و در آخر روز ببینم که چقدر اصلا از اون کار رو تیک میزنم. و تا الان تو این چند روزی که گذشته، تو این 3 روزی که گذشته، من اصلا ادیت این ولاگ رو هنوز شروع نکردم. فیلماشو منتقل کردم ولی هنوز ادیتش نکردم که دیگه امروز اگر بتونم ادیتش رو باید شروع کنم، حتی شده در حد یک کوچولو. این کاری که امروز باید انجام بدم اینه که خب با دوستان برم بیرون، بعدش که برگردم باید برم کتابخونه 2 تا فایل از یکی از استادامو بخونم که مبحث اون استادم تموم شه و بعدم ادیت همین کلیپو شروع کنم. حالا بعد اگر ببینم که تایم اضافی آوردم میتونم اون مباحثی که قبلا خوندم هم یک مروری کنم، به خاطر اینکه کلا این درس اینجوریه که تو فقط یه دور باید کامل همشو بخونی که فقط انگار گوشت به اصطلاحات آشنا باشه، نه اینکه تازه یاد بگیری یا بتونی سوالی جواب بدی. و راستشو بخواین من اصلا ناامید شدم از این درسه، یعنی اینجوری هم که شاید اصلا این درس واسه من نیست، شاید من اصلا بلد نیستم این درس رو کاغذ جواب بدم. به قول دوستم که میگفت ما الان باید فقط بخونیم که خودمون یه چیزی یاد بگیریم، وگرنه اینی که حالا امیدی به امتحان داشته باشیم یا واسه امتحان بخونیم کار الکیه، به خاطر اینکه بعدش نتیجهش رو نمیگیریم و بعد ناامید میشیم، چون اصلا این یه جوریه که اصلا نمیتونی ازش نتیجه بگیری. فکر کنم وسط ویدیو گرفتم حافظه گوشیم پر شد دیگه. حالا من باید برم دنبال دوستان، منتظرن. حالا در ادامه روزو فیلمو منتقل میکنم دیگه. فعلا
من الان داشتم توی افکتای اسنپ چت هم دنبال یه افکت بامزه میگشتم و اینو پیدا کردم، خیلی بامزه بود و گفتم که با این افکت بیام صحبت کنم. تا این قسمت از ویدیو که دیدین تقریبا دیگه غروب جمعه بود. ما جمعه بعد از اینکه برگشتیم از صبونه انقدر هوا خوب بود که واقعا دلمون نیومد برگردیم خونه، به خاطر همین دیگه تا شب بیرون بودیم. بعدش که برگشتیم خونه شب بود و دیگه عملا جمعه هم اینجوری گذشت و شنبه و یک شنبه و دوشنبه رو من دیگه ویدیویی ازش ندارم. چرا این که ما 5 آبان اینا یه امتحان دیگه هم با همین استادی که من سه‌شنبه باش درس داشتم داشتیم و جمعه نمره های اون امتحان اومد و نمره هاش اینجوری بود که کاملا رندوم بود و من اصلا کلا ناامید شدم و گفتم که الان که قراره رندوم نمره بده پس من هر چقدر واسه امتحان تلاش کنم در نتیجه قراره یه نمره رندوم بگیرم دیگه. به خاطر همین اصلا انقدر امیدم رو از دست دادم نسبت به امتحان این درس که شنبه و یک شنبه و دوشنبه یه سری مباحث کاربردی و مثلا مثل آنفولانزا و سینوزیت و اینجور چیزا رو انتخاب کردم که خیلی کاربردی ان و اونا رو نشستم مرور کردم و یاد گرفتم و دیگه ولاگ خاصی هم نداریم تا سه‌شنبه بعد از امتحان که ما میریم آزمایشگاه و الان این ادامه ویدیوهایی که میبینین من دیگه امتحانم رو دادم و بعد از امتحان رفتم آزمایشگاه. خیلی بد داره میجوشه ها و یه ذره کم بشه. تو یوتیوب میاد چایی چیزی که از آقای جنتی گذاشتم تو یوتیوب نمونه مشهور. جنتیه جنتیه میخوام از این تست کنم، میخوام اگه مردم جلوی دوربین بمیرم. تقصیر علی آقا هم بوده اگه مردم. وای خیلی خوشمزه است. خیلی طعم باحالی داری. افتاد میخوره تو چشم.